تمام اون تنشا رو مغز منم هست. تمام اون تنشا رو مغز منم هست. بعد بیام اینجا فوش خار مادر بگم فلان فلان شده. میداری دشمنی رو میندازی. تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی نیست. چرا؟ چون من دارم اینجا کامنت ها رو خونم، هی اینا دارن مینویسن، بازم اینجا دارن بی احترامیشو میکنن، میگن توتل. اینا طرفدارای تو نیستن. مشکل داری بینا داریم زحمت میکشیم. تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. خوش میدی. بی احترامی میکنی. من اعصابم به هم میریزه. گوش کنید چی دارم بهتون میگم. من اصلا چیزی برای از دست دادن ندارم. زیاد رو مخ من راه نرید. اتحاد کردیم همه این وسط سهیم باشن. اونایی که طرفداری میکنن، انرژی میدن، میان کنسرت، من خاک پاشونم، دستشونو میبوسم. خودتون میدونید. ولی پارتون میکنم جلو چشام ببینم به دوستم بیاتم. امروز میخواستم اینو هم بگم، انقدر عصبانیه جواب منم نداد. خواستم اینو بهش بگم یه داره تو صورتمون بیاد این حرفا رو بزنه بعد من جلش ندم. یه مش آدم مجازی هن. بکش بیرون، بهشون فکر نکن. اینطوری اذیت میشه، حساسه. من اذیت نمیشم. من با کامنت ها خیلی وقتا مریض شدم. اصلا ربطی به این جریانات هم نداشته. من میفهمم اون چه انرژی رو داره تحمل میکنه، درکش میکنم. واسه همین الان وایسادم رد میرم جلو دوربین میگم من عاشق رفیقامم. من حسین تویی چند روز پیش واسم یه دونه فیلم فرستاده بودن. این آهنگه هستش. من اونو گفتم با من قلبم درد میگیره این فیلمو میبینم. خدا نکنه هیچ کدوم از ما از هم جدا بشه، اونم به اون طریق.